در سواحل جنوب ژاپن جزیره‌ای وجود داره که نه انسان‌ها، نه سگ‌ها، نه گربه‌ها، بلکه صدها خرگوش وحشی اونجا زندگی می‌کنن. قبل از اینکه بریم سراغ بعدیش، اگر دوست داری این لامبورگینی رو برای پدرت بخری، سابسکرایب کن. اسم این مکان هست اوکونوشیما، ولی مردم بهش میگن جزیره خرگوش‌ها. اما چرا این همه خرگوش اونجا زندگی میکنن؟ اینجاست که داستان عجیب شروع میشه. در طول جنگ جهانی دوم، دولت ژاپن تصمیم گرفت در این جزیره یک کارخانه مخفی برای تولید گاز سمی بسازه. هیچ کس از این پروژه خبر نداشت، حتی روی نقشه ها هم جزیره حذف شده بود. در این کارخانه گازهای شیمیایی مثل گاز خردل تولید میشد که در جنگ استفاده بشه و برای آزمایش این گازها از خرگوش‌ها استفاده می‌کردند. بعد از پایان جنگ کارخانه بسته شد، اما گفته میشه سربازها همه خرگوش‌ها رو آزاد کردند. از اون زمان تا حالا این خرگوش‌ها توی جزیره موندن، زاد و ولد کردند و حالا کل جزیره رو تسخیر کردند. امروز هیچ انسان ساکنی در اونجا زندگی نمیکنه، ولی وقتی وارد جزیره میشی صدها خرگوش دورت جمع میشن، ازت غذا میخوان، دنبالت راه میافتن، روی پات میپرن، حتی بدون ترس میخوابن کنارت. اما نکته عجیبتر اینه که بعضیها باور دارن هنوز آثار اون گازهای شیمیایی توی جزیره باقی مونده. بعضی گردشگرها میگن دچار حالت تهوع یا سردرد شدن، ولی هیچ سند رسمی وجود نداره.